یه تایمی که دهه 80 بود و ماها فیلم بازی میکردیم، حالا هم که میکنیم، آدمایی که رو پرده میدیدیم قهرمان بودن، خوش قیافه بودن، خوشتیپ بودن. مردم اگر 5 تومن، 4 تومن، 3 تومن میدادن میومدن رو سینما، خوشحال از سالن میومدن بیرون. خدا شاهده الان آقای مدیری میان 8 تومن میدن، یک آدمای چرک کثیفی رو خودتون رفتین تو این سینما جشنواره میبینین، چرک کثیفی با زیر پیرن پسر فیلم بازی میکنه، اسم نمیبرم، و بعد فیلم پایان تلخ، یه پایان باز بدون قهرمان، مرده با خانومش از سالن اومده بیرون 8 تومن هم داده، به زنش مشکوکه، موبایل زند. چرا؟ تو فیلم مرده به زنه داره خیانت میکنه. اون وقت سریال ترکی میبینیم، نویسندگان عزیزمون از رو سریال ترکیا لطف میکنن، خیانت رو تم قرار میدن، مینویسن. مردم عزیزم بدون اینکه جای پارک پیدا شه، دعوا، تو برو عقب، با هم بالاخره پارک کنی، بدوی بری تو سالن، خیانت کردن نگاه کنی، از سالن با حال بد بیای بیرون. نه قهرمانی وجود داره، نه پسر خوشتیپی وجود داره، فقط هم میگن این خوب بازی کرد. چرا؟ چون 2 تا داده بیشتر زده، 2 تا اینجای رگ گردنش بیشتر دیده شد، بهش سیمرغ بلوری میدن. آخه این که نشد که. در تمام دنیا میرن سینما برای اون چه که در زندگی طبیعی نمیبینن رو پرده ببینن، رویاهاشون رو مردم ببینن. والا آدم ببین نگاه میکنه لذت میبره. من 8 تومن بدم برم چی نگاه کنم؟ پلش